یه روز وقتی حدود 10-11 سالم بود، خاله و دختر خالم اومدن خونمون. طول روز کلی بهمون خوش گذشت. خاله و دختر خالم قرار شد شبو برن خونه اون یکی خالم بخوابن. دلم نمیخواست از دختر خالم جداشم. واسه همین اصرار کردم منم برم باهاشون خونه خاله بخوابم. خلاصه اون شب همگی تو اتاق خونه خاله خوابیدیم. حدود ساعت 5 صبح یهو از خواب بیدار شدم. صدای حرف زدن اون یکی خاله و مامانم رو میشنیدم. پس قطعا بیدار بودم و از اونجایی که وسایلای خالم اینا دیگه تو اتاق نبود فکر کردم رفتن. داشت دوباره خوابم میبرد که ناگهان یه نگاه به چپم کردم و دیدم یه نفر کنارم خوابیده. میخواستم بغلش کنم، آخه فکر کردم دختر خاله 21 سالمه، اما بعد چهره‌ش رو دیدم. اون دختر خالم نبود. به نظر هم سنای دختر خالم میومد ولی نمیشناختمش. یه پیژاما و یه پیرهن سیاه تنش بود. ناخودآگاه بهش زل زده بودم. ناگهان حرکت‌های عجیبی کرد. پاهاشو به سمت سقف به بالا و پایین حرکت میداد. خیلی غیر عادی بود. ولی از بس خستم بود بدون اهمیت برگشتم و خوابیدم. ساعت 8 صبح پا شدم و به سمت چپم نگاه کردم ولی اون رفته بود. همه چیزو واسه مامانم و کل خانواده تعریف کردم ولی هیچ کس نمیدونست اون دختر کیه. بابام میگفت چشم سومت بازه و واسه همین این چیزا رو میبینی، ولی من به این چیزا اعتقادی نداشتم. من الان 13 سالمه و اون ماجرا هنوز برام حل نشده. البته دیگه همچین اتفاقی برام نیفتاد و امیدوارمم که نیفته.